is dropped into conversation and writing, then others pick it up. هر چقدر این لغت کاربرد معنادارتری داشته باشه و تو کانتکست‌های مختلف استفاده بشه، به شرطی که معناش تو منابع مختلف ثابت بمونه و همچنین کاربردش پخش بشه، احتمال اینکه توجه ویراستارهای دیکشنری و لکسیکوگرافرها رو به خودش جلب کنه بیشتر میشه. ساخت لغت جدید یا وارد کردن یک لغت جدید به زبان کوینج یا نیالوجیزم نام داره. وقتی که پندمیک کرونا شروع شد، یه سری لغاتی که ما تا به حال نشنیده بودیم شدن بخشی از لغات روزمره ما. بریم چند تا از این لغاتی که تو دوران کرونا به دیکشنری ها اضافه شدن رو با هم ببینیم. Adulting. دیکشنری آکسفورد این لغت رو اضافه کرد. The action of becoming or acting like an adult. بیشتر جوونا استفاده میکنن وقتی که میخوان در مورد وظایف روزمره صحبت کنن، مثل ظرف شستن، خرید کردن یا حتی پرداخت قبض. به این مثال توجه کن. Self quarantine. وقتی که فردی این ویروس رو میگیره و به مدت 12 تا 14 روز تو قرنطینه است، حتی با خانواده خودش هم تماسی نداره. WFH, which is an abbreviation for working from home. وقتی که محل کارتون میشه منزلتون، از خونه کار میکنید. مریم وبستر این لغت رو اضافه کرد. به مثال من توجه کنید. I was WFH for 1 year. Thirsty. شاید بگی خب این لغت که بود به معنای تشنه. بله، ولی دیکشنری وبستر یه معنای جدیدی بهش اضافه کرد. وقتی تو دوران کرونا خیلی از جوونا پای شبکه‌های اجتماعی بودن، پس این لغت خصوصاً توسط جوون‌ها و برای شبکه‌های اجتماعی استفاده میشه وقتی نیاز به توجه زیاد دارن. Having a need for attention and approval. به مثال دقت کن. Quarantine که البته دیکشنری کمبریج هنوز این لغت رو اضافه نکرده، دارن بررسیش میکنن. به نوجوانی گفته میشه که تو دوران پندمیک کرونا هست. این لغت رو میتونیم هم هوموفون لغت کرونتین در نظر بگیریم و هم یک کامپاوند ناون، یعنی یک اسم ترکیبی که از دو اسم کرونتین و تینیجر ساخته شده باشه. مثال رو دقت کنید. لغت بعدی PPE. An abbreviation for personal protective equipment. اوایل پندمیک این لغت رو خیلی شنیدیم. لباسایی که مردم برای محافظت از خودشون می‌پوشیدن. دستکش، ماسک، شیلد. جمله رو دقت کن. خدا رو شکر که وبستر این لغت رو اضافه کرد because we are not using any PPE. خب، کدوم یکی از این لغت‌ها خیلی برات جالب؟